بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. احوال شما، حال شما خوبه؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من داریوش هستم از یزد. آقا داریوش از یزد، بفرمایید آقا داریوش بزرگوار. میگم آقای انصاری، این از نظر شما، از دیدگاه شما، این چه حکومتیه؟ نه از نظر سیاسی، نه از نظر اقتصادی، نه از نظر اجتماعی، نه از نظر فرهنگی. تمام مسائلشون، تمام گفته‌هاشون، عملکردهاشون همش با هم مغایرت داره. درست. و ما هم توی این مسئله گیج و واگیج شدیم. نمیدونیم، یه روز میگن بزه، یه روز میگن میشه، یه روز میگن بالا، یه روز میگن پایین. معلوم نیست حرفای اینا چجوریه. تمام کلماتشون، جملاتشون همه با هم تناقض داره. درست. متاسفانه. ما رو راهنمایی بکنید. باشه چشم، در این مورد صحبت میکنم. متشکرم. خدا تشکر آقا داریوش بزرگوار. تشکر از شما. خدا نگهدارت. خدا نگهدار. ببین برادر عزیز گرامی، کسی که به خدا خیانت کرد فکر میکنی به شما خیانت نمیکنه؟ کسی که به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خیانت کرد فکر میکنی به ملت ایران خیانت نمیکنه؟ کسی که به علی مرتضی، حیدر کرار، امیر مومنان، علی ابن ابی طالب خیانت بکنه به شما خیانت نمیکنه؟ شما میدونید که اگر آخوندها در ایران بخوان فقط کتاب نهج البلاغه رو بهش عمل بکنن، دنیا گل و گلستان میشه. فقط به فرمایشات سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نهج البلاغه عمل بکنن، لا غیر. آقا قرآن تحریف شده، خلاص ول کنید قرآن رو. ما نگفتیم بیاید بخاری و مسلم و کتب ما رو قبول بکنید. کلینیتون میگید که کافی نمیدونم احادیث جعلی داره، خب انداختیم سطل آشغال. بهارالانوار مجلسی توش روایت ضعیف هست و فلان است و اکثرش باطل است، خب اینم انداختیم زباله‌دانی. شما بیاید به همین نهج البلاغه عمل بکنید. شما رو به خدا آقا داریوش، اگر خامنه‌ای، اگر آخوندهای شما به نهج البلاغه عمل بکنن میتونن حکومت بکنن؟ نمیتونن. اینا دروغ میگن، اینا شیعه علی نیستن، والله شیعه علی نیستن. اینا اگر پیرو علی بودن ملت ایران رو اینگونه بدبخت نمیکردن. شما تصور بکنید 2 ماه شده تقریبا اینا دارن روزانه چیزی در حدود 300,000 دلار 300,000 دلار روزانه دارن خرج میکنن که بخاطر که 2 تا فرکانس ما رو در هتبر کسی نتونه ببینه روزانه. شما تصور بکنید 300,000 دلار رو اگر اینا خرج اون زاغه‌نشینای اطراف تهران بکنن فقط، آیا فقیری در تهران میمونه؟ اگر این 300,000 دلار رو 4 تا خونه بسازن برای سرپرستی اون دخترای خیابانی که در تهران مجبورن که تن فروشی بکنن به خاطر لقمه نانی، آیا فاحشه‌ای، آیا فحشا و فسادی میمونه؟ اگر 300,000 دلار رو برن در روستاهای اطرافی که مردم زیر خیمه ها دارن در بلوچستان دارن درس میخونن، دانش آموزا در اونجا برن یک سرپناهی برای اونا بسازن، اما 300,000 دلار میدن به روسیه، به کره شمالی، به چین که پارازیت پخش بکنه رو فرکانس وصال حق. چرا؟ چون حرف حق رو شما نشنوید، چون شما بیدار نشید، چون از بیداری ملت میترسن. همین ملت بود که با دست خالی رژیم شاه رو سرنگون کرد و این آخونده آمدن انقلاب ملت رو دزدیدن، آرمانهای ملت رو دزدیدن و مردم فریب شعارهای دروغین اینا رو خوردن. امروز که به قدرت رسیدن مردم ایران میگن خدا پدر مادر شاه رو بیامرزه. شاه حداقل شاه بود میخورد، الان 100 تا شاه هست، 1000 تا شاه هست. مکارم شیرازی برای خودش یک شاه، صافی گلپایگانی برای خودش یک شاه، نمیدونم سیستانی برای خودش یک شاه، شیرازی برای خودش یک شاه، آقازاده ها هر کدوم برای خودشون یک شاهی هستن، هر کدوم دارن به نفع خودشون اموال ملت رو میدزدن. به خاطر همین نمیخوان که برنامه های وصال حق رو شما ببینید.